مذاکرات داره پیش میره. هدفم اینه که خیالمون راحت بشه ایران به بمب اتم دسترسی پیدا نمیکنه. هدف اصلی اینه. شما میگه خب ما هم نمیخواستیم. این مهم نیست ما میخواستیم یا نمیخواستیم. مهم اینه که او حرف ما رو باور نداشت. همزمان با مذاکرات هسته‌ای فرصت‌های دیگری از مملکت گرفته شد. آن فرصت‌ها چی بود؟ فرصت‌های دور زدن تحریم. پلن ای که برجام کاملا مشخص. آمریکا توان از ما گرفت، انرژی رو از ما گرفت، ما رو انداخت توی یه لوپی. همزمان که برجامو کشش میدادن بقیه فرصت‌های ما هم سوخت دونه. آرام آمریکا فرصت پیدا کرد در شیل‌های نفتی سرمایه‌گذاری بکنه که بتونن نفت ما رو درست حسابی حذف کنن. الان عموم این شرکت‌های نفتی میگه ما توتال میگه من رفتم، بی پی میگه من رفتم، من نمیتونم بدون آمریکا باشم. با اروپایی‌ها ما مذاکرات رو ادامه میدیم. بابا اروپا با آمریکا 1000 میلیارد دلار ترنوول مالی داره. 700 میلیارد 600 تا 700 میلیارد دلار صادرات با آمریکا داره. به ایران 20 تا 30 میلیارد دلار صادرات داره. اروپا خره به خاطر آمریکا بیاد پا ما وایس. دنیای پوله. 560-70 میلیارد بیشتر از اون چیزی که با ما میخواد بگیرشون بیاد. برای چی باید ایرانی که هی دارن تهدیدش میکنن، هی تحریمت میکنیم، هی سایه جنگ نمیدونم بالا سرشه، هی میلیتاری آپشنز آن دی تیبل اینا رو دارن میگن، برای چی طرف سرمایه گذاری؟ فقط شرکت‌ها اومدن سرمایه گذار عمدتاً انرژی، اونم با چراغ سبز کجا بود؟ خود آمریکا و این که از قضا اینا که اومدن الان توی پارس جنوبی کجا درگیر کار شدن کل اطلاعات میادین ما رو داره. خیلی خوشگل میتونن اینو دو دستی برن به قطریا بفروشن. همین شرکتی که اینور داره کار میکنه اونورم داره کار میکنه. خیلی جالبه. زمانی که میگه چه تضمینی وجود داره اگه توتال گذاشت رفت، بعد گفت ما تضمینی نداریم. آقای مایکل مککال ایشون رئیس کمیته امنیت داخلی کنگره آمریکاست. توی مصاحبه به این چی میگه؟ میگه متحدان اروپایی بعد از اینکه ترامپ از برجام اومد بیرون، متحدان اروپایی آمریکا میتوانند تا فرارسیدن زمان احیای تحریم‌های اتمی آمریکا علیه ایران تهران را به بازگشت به میز مذاکره قانع کنند. میگه الان وظیفه اروپایی‌ها تو تقسیم وظایف اون اینه که از ایران زمان بگیرید که ما بتونیم اون تحریم‌ها رو سریع برگردونیم. همزمان ما فشار حداکثری رو بر ایران ادامه خواهیم داد. برنامه‌ریزی رو چند قشنگ. ما فشار حداکثری بر ایران ادامه خواهیم داد تا در نهایت به توافقی بدون نواقص برجام برسیم. نواقص برجام یعنی چی؟ یعنی یک، نظارت بر تمام فعالیت‌های نظامی. موشکات که میشن زیر 300 کیلومتر. هر آزمایش موشکی میخوای بکنه قبلش باید امریکایی‌ها رو خبر بده. یک، نظارت‌های بدون قید و شرط. اینجا رو بازرسی کن، نه بازرسی‌های هر موقع نظامی. تمام شرکای موشکی رو ببینم. دو، برجام موشکی، همون موشکات هم باید همه رو بیاره پایین. منطقه سوریه و عراق هم میای عقب. سوریه، عراق، یمن با اینا هیچ کاری نداری، میشه یه بره خوب که افسار دست ماست. ترامپی که عمدن به من شما میگه احمق، خیلی هم باهوشه. دم ترامپ گرم، حداقل هر حرفی زد بهش عمل کرد. گفت دیوارو با مکزیک میسازم، پولش هم از مکزیکی‌ها میگیرم. مکزیک گفتم ما نمیدیم فلان. کلی واردات داره آمریکا از مکزیک. اومد تعرفه رو برد بالا، نزدیک 30-40 میلیارد دلار گیرش میاد. 30 میلیارد دلار رو گذاشت برای چیز دیواره. دید پولشو گرفت. گفت بیکاری رو میکشونم به زیر 4% انجام داد. آقا این نمیزنه، چیو نمیزنه زیرش؟ کنوانسیون پاریس 20 سال براش تلاش شده بود تا آمریکا عضوش بشه. کاهش دود و دم و دی اکسید کربن و مونوکسید کربن. انقدر خوشگل فاتحش و خون کنه. به یک سال اومدن بیرون. دنیا قدرت نداشته باشه میزنن تو سرت. حالا ترامپ اومد از برجام بیرون، اگه ایران برگرده دوباره سراغ بحث‌های هسته‌ایش چی کار کنیم؟ سریع شو درست میشه. نتانیاهو میاد، این CD فروشا کلی CD میذاره اون بغلو، بعد شروع میکنه آره ما اطلاعاتی دسترسی پیدا کردیم که ایرانی‌ها می‌خواستن بمب اتم بسازن و این اطلاعاتشون رو بعد از اینکه برجام چیزا نابود نکردن بردن توی منطقه تو شوراباد توی سوله قایم کردن. این نگه داشتن یعنی این چی؟ یعنی بازم امکان داره به سمتشون که تا به محض اینکه اگر ایران بخواد برگرده سمت غنیسازی هسته‌ای، چی تو ذهن مردم دنیا اینو کاشتن؟ میخواد بمب اتم که توجیه داشته باشن برای یه کاری. قشنگ نشستن فلوچارتشن. خب اگر ایران دوباره برگشت بزنه هستی، سریع هایلایت میکنیم، گندش میکنیم که اینا میخوام برن سراغ بمب اتم. نخست وزیر یه مملکتی استاد کار رسانه‌ای، میکروفون دستش بگیره بیاد این کارا رو بکنه، این یعنی به خط قرمز رسیدن. چرا یه اخبار نیامد بگی ها؟ یا بگن آقا ویکیلیکس این چیزا بلدن دیگه، یا بگن آقا یک لپتاپی پیدا شده، یادت یه مدتی سر یه لپتاپ داستان درست کرد. خود نتانیاهو بیاد اینجوری وسط فلان به هم. حواسمون جمع باشه.
این برنامه دشمنه. یعنی چی؟ مذاکرات جامعه رو پیش میاره، همزمان پلن بی اصلی اینه که در داخل آشوبای میشه، نظام نمیتونه یا ساقط میشه کلا تو فبه ها از خودشون، یا هم این که چی میگه میشه نظامی که نه سوریه داره نه عراق داره، چون سوریه و عراق اینا رو نداره دیگه خیلی جاها باید کوتاه بیاد. وقتی هم کوتاه اومد دیگه تموم، ایران نرمالیزاسیونش رو انجام میدن، قشنگ تبدیل میشه به گوگوری مگوری. این آراد که میگن، اما اصلش گفتم حمله نظامی. اینو من بارها سخنرانی 2 سال پیش بود محرم سخنرانی کردم، خاطرتون باشه، شجره ملعونه. اونجا چی گفتم اینا دوباره صدام جدیدن. انبارای شاه پر سلاح بود، برای اسرائیل خطرناک بود، خالی شد سر عربا. درسته یا نه؟ این بارم این انبارای موشکی ما پره، فرضاً تو مذاکرات نتونن بگیرن که نمیتونن بگیرن، باید خالی بشه سر کی؟ دوباره عربا. این بار اونا میترسن، برای همین ائتلاف عربی درست کردن. فلزا اینکه مذاکرات سایه جنگ از سر ما برداشت، مزخرفی بیش نیست. سایه جنگ بالا سر ما آورد. تا قبلش عربا ما رو تهدید می‌کردن، اینا ما رو تهدید می‌کردن. 6600 تا رفته موشک سفارش داده عربستان. موشک دانگفنگ 3 خریده که میتونه باشه اروپا رو بزنه. اینا برای یمن خریده. عرضم کردیم برای اینکه نگرانی داشتن که اگه این اتفاق بیفته چی خواهد شد، به عربستان گفتن قبلش برو باب المندب رو بگیر. عربستان مأمور شد بره از باب المندب از حوثی‌ها بگیره که توش زایید، توش موند. پا برهنه‌هایی که اونجا داشتن می‌جنگیدن در امنیت من و تو، که اگه اونجا رو حل کرده بودن به فردا نمی‌کشید، زدنم به فردا نمی‌کشید.